بینندگان تلویزیون سلام عرض می کنم. بنده دکتر داوود کفایی از شهر خوب و نازنین تورنتو کانادا خدمت شما سلام عرض می کنم. امیدوارم هر جای دنیا که هستین خوب و خوش سلامت هستین و به تمام دوستان اعضای خانواده و هموطنان سلام عرض می کنم و اونایی که چه در خارج ایران و یا در داخل ایران این سال میلادی را جشن میگیرن، سال نو را به پیش آمد سال فرارسیدن سال نو را حضورشون تبریک عرض میکنم و امیدوارم که انشالله سالی پربرکتی و پر از سلامتی، خبرهای خوب برای عموم و همه در جهان و برای انسانیت سال خوبی باشه. بنده دکتر دامپزشک هستم و در شهر تورنتو کانادا پرکتیس میکنیم، کار میکنم، آفیس دارم، انیمال هاسپیتال دارم و بیشتر کارمون رو حیوانات خونگی کوچک است. چه بسا که در بعضی از برنامه در مورد حیوانات دیگر مثل اسب و اسبداری، گاوداری و یا دامداری خدمتتون خواهیم بود و سعی خواهیم کرد به یه سری از مواردی که به صورت عمومی و یا از دید ما اهمیت داره خدمت شما توضیحاتی بدیم که بتونه برای شما مفید باشه، چه برای اون کسایی که به عنوان شغل این کار را میکنن و چه برای کسایی که به صورت هابی تو قسمت دامداری، گاوداری، اسبداری و یا هر گونه بیزینس و یا شغلی که در رابطه با حیوانات است اطلاعات بیشتر خدمتتون عرض کنم. بنده قبل از اینکه برنامه‌مون رو شروع کنیم یک اطلاعیه خدمتتون دارم. قبل از برنامه خانم میشل خوشبین عزیز بود که میدونم که برنامه‌شو خیلی دوست دارین و خیلی بیننده و شنونده داره و خیلیاتون زنگ میزنین، سوالاتی دارین. اونا در موقع صحبتشون و یا انتهای صحبتشون یک اشتباه کوچک در مورد شماره تلفن کرده بودن و ایریا کد اشتباه داده بودن که بنده مجددا تلفن خانم میشل خوشبین را خدمت شما عرض میکنم با ایریا کد صحیح. تلفن ایشون با ایریا کد صحیح است 416 837 4791. پس مجددا اعلام میکنم شماره تلفن خانم میشل خوشبین 416 837 4791 که اگه اشتباه یادداشت کردیم محبت کنیم اون رو درستش کنیم و با ایشون تماس بگیریم. بنده باز امروز یه سری مسائل در خدمت شما بحث خواهم کرد، صحبت خواهم کرد که همونطور که عرض کردم امیدوارم که مفید هست و همونطور که بارها باز مجددا عرض میکنم این اطلاعات به صورت جامع هست، به صورت یادآوری هست و کیس تو کیس داستان ها فرق میکنه. بنابراین اگه صحبت هایی که ما میکنیم با برداشت و یا ابزرویشن و یا اتفاقاتی که برای شما و یا حیوان شما افتاده اگه سازگاری نداره و یا با همدیگه نمیخوره، این دلیل نیست که شما اشتباه کردین و یا ما اشتباه گفتیم. احتمال زیاد اینا دلیلش این هست که کیس خب یه سری و یا همون چیزی که برای شما اتفاق افتاده و برای حیوان شما یه سری دیتیلای داره که خب متفاوت بوده. بنابراین با یک دید و نگاه اپروچ متفاوت باید با اون مسئله نگاه کرد. مسئله اینه که برای اونایی که حیوان تو خونه نگه می‌دارن خب یه سری شرایط هست که فرق میکنه و اینا
از ما میپرسن که مثلا ما از کجا بدونیم که حیوان ما مریض هست. خب دیگه این احتیاج به یادآوری نیست که خب اگه برای انسان اتفاقی بیفته، حتی برای بچه به نحوی خودش نشون میده که ایشون ناراحتی داره و بزرگسال هم که باشه خب میتونه به زبان بیاره که درد داره، مشکل چی است. برای حیوان چی؟ و اینجاست که واقعا کار ما نسبت به کار پزشکی یه مقدار مشکل تر هست و ما با یه سری موجوداتی کار میکنیم و اینا رو تداوی میکنیم که اینا به صورت مستقیم به ما دردشون رو نمیتونن بگن. این هست که ما هم سعی میکنیم با این برنامه ها یه سری اطلاعاتی به مشتری ها و اونایی که حیوان خونگی نگه میدارن در خدمتشون بگذاریم، یه سری اطلاعات ارائه بدیم که قبل از اینکه اتفاقی برای پتشون بیفته در جریان باشن که به چه چیزایی باید توجه کنن و اگه خدا نکرده مریض شد حیوانشون و مجبور شدن به دکتر مراجعه کنن، بدونن که چه چیزایی مهم بوده و چجور مشکلشون و یا مسائلشون رو ارائه بدن. همینطوری که میدونین از نظر تریتمنت و یا تداوی و معالجه حیوانات و یا انسان از نظر پرنسیپل یکیه و فیزیولوژی حیوانات و انسانات تقریبا یکیه. بنابراین خیلی چیزای مشترک هست که دیگه خب ما همونطوری که در مورد انسان ها میتونیم فکر کنیم، همون چیزا رو تقریبا شاید نه 100% میتونیم همون چیزا رو هم برای حیوانات در نظر بگیریم. بنابراین یک چیز زیاد سخت نیست که ما حتما اگه از ما پرسیدن که آیا مشکل حیوان شما چی هست جوابشو بگین که و یا گاهگدار جواب میشنویم که من نمیدونم، من که دکتر نیستم، دکتر شما هستین، شما باید بدونین که مشکل حیوان ما چی است. بنابراین قبل از اینکه به این نکات برسیم خواهشمندم به این برنامه توجه کنین و یه سری اطلاعاتی را که اگه در جریان نبودین و برای شما تازگی داره و یا به اون اهمیت نمیدادین، بعد از این در جریان باشین، در نظر بگیرین و اگه اتفاقی پیش آمدی برای حیوان شما افتاد بتونین راه روشی که با اون مسئله دیل کنین و یا کنار بیاین یاد بگیرین و یا بدونین و به اجرا بگذارین. بنابراین شما از کجا میتونید بدونین که حیوانتون مریض هست یا نه؟ من یه مقایسه کوچیکی میخوام بکنم، اگه شاید مثلا زیاد این چیزا صحیح هم شاید نباشه ولی شباهت 100% داره. شما اگه مثلا اسب داشتین و اسب شما مریض بود، حتما اسب را برای سوارکاری و یا بارکشی و یا برای کار دیگری استفاده میکنین. اگه برای این کار میبردین خب این راه نمیرفت و یا بار نمیتونست بکشه و یا میلنگید و بنابراین شما میدونستین که این اسبتون مریض هست و یا مشکلی داره. ولی برای حیواناتی که تو خونه هست مثل سگ و گربه و اینا که تقریبا 24 ساعته اینا به اون صورت اکتیو نیستن در خونه، بنابراین خیلی سخته که بشه تشخیص داد و یا تصور کرد که این حیوان مریضه. خب گربه تقریبا تمام روز رو در خونه میخوابه و یا فوقش اینه که از یه جای خونه بلند شه بره یه جای دیگه بشینه و یا سگ دیگه در یه خونه کلش چند متر چقدر هست که اکتیویتیش چقدر باشه و حرکتش چقدر باشه و اعضای خانواده بتونن تشخیص بدن که این مریضه یا نه. بنابراین خیلی موقع اتفاق افتاده که صاحبان حیوانات این مسائل را از دیدشون فرار کرده و یا متوجه مشکلات حیوانات خودشون نشدن. خب چه چیزایی میتونیم به صورت بارز بیان کنیم که نشانه احتمال مریض بودن
حیوانات شما در خونه باشه. شاید هم مریض نباشه، معمولی باشه. حالا ما در مورد مریضی هم به قول کلمه انگلیسی دفینیشن مریضی هم فرق میکنه و ما کاتگوری مریضی و یا بیماری فرق میکنه. اگه یه ذره بخوام برای اینکه برای شما مفهومش روشن باشه خدمتتون عرض کنم، ما وقتی که مریضی میگیم، حتی تو انسان هم که خب مسلما همینطوره، فقط مریضی فیزیولوژیکی و یا فیزیکی نمیگیم که یعنی توانایی و یا قدرت بلند شدن و یا حرکت داره یا نداره و یا سرش درد میکنه، شکمش درد میکنه. یه سری مسائل روحی همونطوری که در انسان ها هست، اینا هم یه نوع مریضی هستند و بیماری هستن. اینا رو حیوان ها هم دارن. یعنی اینکه اگه ما تو یکی از این برنامه‌های رادیو تلویزیونی یکی از اساتید در یک رشته متفاوت به این نکته اشاره کرده بود که من خودم شنیدم که حیوانات مثلا نگرانی ندارن، حال اینکه حیوانات هم نگرانی دارن و نتیجتاً موضوع رو به اینجا میخوام بیارم که اینا میتونن یه سری مشکلات روحی مثل انگزایتی و یا دپرشن و یا استرس داشته باشن که خب اینا کلمات عامیانش شاید ترس، نگرانی، وحشت باشه که اینا مثلا قایم بشه جای یه قسمت خونه و یا اتاق. این شاید از نظر فیزیکی و یا بدنی مریض نیست، ولی از نظر روحی خودشو راحت حس نمیکنه که به صورت معمولی در خونه راحت رفتار کنه. و یا این اتفاقات خیلی افتاده برای حیواناتی که تو خونه چند نوع حیوان دارن و یا چند تا سگ دارن، چند تا گربه دارن و یا گربه و سگ دارن. حسودی در حیوانات خیلی بارز دیده میشه. حتی نه تنها حسودی بین سگ تو سگ و یا سگ تو گربه، حسودی حیوانات چه گربه باشه چه سگ، حسودی شدیدی حس میکنه، مخصوصا اگه بچه تو خانواده جدید به دنیا اومده باشه و تمام توجه به اون بچه شده باشه. شاید شما به این مسئله توجه نکردین و یا به اون صورت بارز متوجه نشدین، ولی این حیوانا شدیداً حسودی میکنن و علائم حسودی هاشون هم این است که احتمال داره که بره یه جای قایم بشه، بشینه و نیاد بیرون و خب اینم که مسلماً مشکلات پشت سر خودش خواهد آورد. و یک نوع دیگه‌ش هم به صورت اگریشن و یا اگریسیو بودن هست که اینا میتونن که حتما شنیدین که از این اتفاقات زیاد میفته، میتونن به بچه حمله کنن، چنگش بزنن، گازش بگیرن. حال اینکه یک مثلا بیبی هیچ خطری برای یک گربه و یا سگ در خونه نیست، ولی میبینیم که گربه به این بچه‌ای که حتی توی جاش خوابیده و هیچ حرکت نمیکنه با اون اتک میکنه، میخواد گاز بگیره و یا اسکرچ کنه، چنگ بزنه. این در واقع یک نوع حسودی هست. بس بنابراین دپرشن و حسودی و انگزایتی اینا یک کاتگوری بیماری و یا مریضی هستن که در حیوانات در خونه هست و باید اونایی که صاحب حیوان هستن و یا تا خونشون حیوان نگه می‌دارن باید به این مسائل توجه کنن. ما همونطوری که بارها خدمتتون عرض کردم، هدف ما از این اطلاعات در واقع یک خانواده سالم و با در نظر گرفتن تمام جوانب افراد خانواده که بتونن بدون و یا با کمترین مشکل در کنار همدیگر زندگی کنن. بازم من اینو خدمتتون عرض کنم، یک حیوان در خونه
مثل یک جسم نیست، یک تلویزیون نیست، یک گل نیست، یک چیز دیگری نیست که شما بگیرین بخرین بذارین کنار و دیگه تمام شد، حالا فقط غذاشو بدین و نظافتشو کنین. این تاثیرات روحی و یا علایم و یا کارهایی که انجام میده هر لحظه احتیاج هست که در ارتباط، در کمیونیکیشن با دیگر اعضای خانواده باشه و بنابراین اگه این را رعایت نکنیم و فراهم نکنیم احتمال داره که یه سری مشکلات برای خود حیوانات و چه بسا برای دیگر اعضای خانواده به وجود بیاریم. همونطوری که عرض کردم اگر گربه و یا سگ خونه داره و اعضای خانواده میخوان بچه دار بشن، بنابراین حتما یه مشاوره با دکتر دامپزشکشون باید داشته باشن و یه سری اطلاعات رو در مورد سگ و گربهشون رد و بدل کنن و ببینن که آیا با اومدن بچه نوزاد اتفاق و یا کار جدیدی باید انجام بدن، به چیز نکات دیگری باید توجه کنن یا نه. چه بسا که خوشبختانه بنده همینطوری که عرض کردم چون دفعات مسائل رو برای مشتری خودم در بیمارستانمون مطرح میکنیم، همین 2-3 روز پیش یکی از مشتریای عزیزمون زن شوهری تشریف آوردن و یک سگ کوچکی دارن که شاید 7-8 سال 9 سال هست که دارن و مشتری ما هستن. گفتن که خب ما انشالله انتظار یه نوزاد جدید هستیم و میخوایم ببینیم که چه چیزهایی رو باید در نظر بگیریم. چه بسا که گاهگدار اتفاق افتاده که based on the case ما مجبور شدیم که مثلا پیشنهاد کنیم که حتی احتمال داره که شاید مجبور بشیم برای این سگ و یا گربه شما یه خونه موقت و یا برای چند ماه چند سال دیگر پیدا کنین تا که بتونین از بچه نگهداری کنین و یواش یواش بعداً introduce gradually پتتون و یا سگ گربتون به بچه‌تون آشنا کنین، بیارین تو خونه 10 دقیقه 20 دقیقه و با سوپرویژن کامل تا که بتونین که اینا هم بچه به حیوان خانواده عادت بکنه و اینکه اونم بدونه که حیوانم بدونه که بله این بچه نوزاد هست، عزیز هست و تربیت کافی بهش داده بشه که خدای نکرده اتفاق بدی برای بچه نیفته و مشکل جدیدی ایجاد نکنه. همین 2-3 روز پیش در این شهر بزرگ تورنتو باز این هر سال تقریبا چند دفعه اتفاق میفته، یک سگی باز یک بچه نوزاد را در خونه گاز گرفت. حالا دلیلش چی بوده و خب گاهگدار این چیزا میتونه چیز انتها و یا نهایت و یا نتیجه خوبی اصلا به دست نده و حتی وقتی که همچین اتفاق میفته اون موقع است که خانواده فکر میکنه که آیا باید این پتشون رو نگه دارن یا نه و در یک موقعیت استثنایی قرار میگیرن که براشون تصمیم گیری واقعا سخت است که و پتشون هم دوست دارن نمیخوان از دست بدن و در این شرایط نمیدونن چیکار کنن. اتفاقی که اینجا میفته چون این پت سگ و یا گربه این خطا رو انجام داده، یک نوع عادتی به این کار کرده، یک ترای کرده، یک آزمایش کرده و اون چیزشو در واقع اون کینه‌شو خالی کرده و اینقدر به خودش اجازه داده که این حرکت ناگهانی بد و ناجور رو انجام بده. بنابراین این احتمال داره که این کار رو دوباره انجام بده. دیگه شما باید فکری لازم را بکنیم و فکر نکنید که این یه اتفاق یک بار بوده. بنابراین شما باید حالا
تمام هدفمون این است که شما باید یک کاری بکنین که این اتفاق نیفته، حتی این پت و یا سگ گربه شما به خودش اجازه نده که همچین کاری انجام بده. بنابراین مثل انسان اگه آدم یه خطایی رو که میکنه، باز احتمال این که دوباره اون خطا رو بکنه زیادتر از اونه که این خطا رو اصلا نکرده باشه. بنابراین از نظر کاتگورایز کردن، طبقه بندی کردن بیماری ها در حیوانات، یک سری بیماری های روحی و محیطی و انوایرمنتال هست که با یه سری بیماری هایی که از نظر جسمی و بدنی فیزیولوژی هستن متفاوته. خب قسمت اول همون قسمت روحی و اینا، بیماری های روحی و اینا اهمیتش شاید هم بیشتره، برای اینکه موقعی که یک حیوان در خونه مشکل روحی داره، این نه تنها خودش داره زجر میکشه، میتونه برای اعضای دیگر خانواده هم مشکل ساز باشه، مشکل ایجاد کنه، گاز گرفتن، چنگ زدن و یا سایر چیزهای دیگه. حتی اتفاقات که بچه رو تکون چه هول داده به جای فلان، چه بسا که وقتی که تربیت کامل دیده باشه این حیوان، ما بارها نمونه‌هاش رو دیدیم که چه سگش باشه چه گربهش باشه، اعضای خانواده را از مشکلات نجات داده. مثلا دیدیم که حتی یک سگ بچه را داشته گاز میگرفته، یک سگ همسایه بوده، گربه به سگ حمله میکنه که بچه را نجات بده، و یا سگ گربه بارها اینا شاید دیگه تکرارش لزوم نباشه، اعضای خانواده را از آتش سوزی در خونه و یا دزدی و یا چیزهای دیگه نجات داده. یعنی ما نمیخوایم فقط پوینت و نکات نگاتیو و یا منفی مسئله را بگیم، فقط میخوایم این مسائل را یادآوری کنیم، مرور کنیم، رو اینا کار کنیم و بیشتر از این برنامه و یا داشتن پت سگ گربه بهره برداری بکنیم و یا اینکه مفید باشه هم برای ما اعضای خانواده، هم برای اون سگ گربه. و دیگه بعد از اتفاق بعد دنبال مجبور نشیم که یک سری تصمیم گیری های مشکلی که شاید لزوم نداشته باشه و نخواهیم انجام بدیم بگیریم. بنابراین این قسمت روحی و یا مشکلات و یا بیماری مریضی روحی حیوانات در خونه زیاده هست و اینا بیشتر میتونن خودشونا اگه به چند کاتگوری خلاصه کنیم، احتمال داره که اینا خودشونا با همیشه قایم کردن و قایم شدن نشون بدن و به طرف انسان نیان، اصلا از اتاقشون بیرون نیان و یا تو تاریکی بشینن برای ساعتها، روزها و چه بسا هفته‌ها، بعدا سالها، و یا اینکه به صورت اگریشن و یا به صورت حمله کردن خودشون رو نشون بدن، چه مثل از کسی که زنگ در خونه رو میزنه پارس کردن، حمله کردن، به مهمون حمله کردن و مهمونی که حتی تو خونه نشسته بهش اونا گاز گرفتن حمله کردن و به اعضای خود خانواده. اینا هم یک نوع مریضی هست، ناراحتی هست که حتما تنها راش که بتونیم و یا بهترین راش که بتونیم به این مسائل یک شکلی بدیم و بدونیم که اینا چی هست، حتما باید با دکتر دامپزشک خودتون مشاوره بکنین و معاینه بکنین سگتون و اطلاعات کافی رو بگیرین تا بتونین از مشکلات جلوگیری کنین. قسمت دوم بیماری های جسمی، بدنی و یا فیزیولوژیک که حیوانات هست که خب اونا بیشتر از دیگر اعضای خانواده خود حیوان را در معرض خطر و ناراحتی قرار میده. اونا چی هستن؟
و چگونه ما میتونیم تشخیص بدیم که حیوان ما مریض هست یا نه. خب قبل از همه چیز ما باید بدونیم که سگ داریم، گربه داریم و چند تا داریم. خیلی از خونه ها الان مخصوصا من مشتری دارم که 15 تا 18 تا 20 تا 10 تا گربه داره و یا مشتری های دیگه 5 تا 6 تا 4 تا سگ دارن. خب اینا به اینا غذا میدن، آب میدن و به صورت بیشتر هم به صورت مشترک به اینا آب و غذا میدن و واقعیت چه بخواین کاملا متوجه نیستن که کدومش میخوره کدومش نمیخوره و کدومش چقدر میخوره. بنابراین اینجاست که خیلی مهمه که شما اگه حتی یه دونه هم پت دارین، بچه بزرگی زیادتر دارین، نسبت به سن سالش، نسبت به اکتیویتیش، فعالیت بدنیش، باید قبل از همه چیز باید بدونید که این حیوان چقدر انرژی لازم داره و چقدر آب احتیاج داره، چقدر غذا احتیاج داره و چه ساعتها و موقعهای روز باید آبش و غذاشو بخوره و حتی نوع غذا. فقط غذا خوردن کافی نیست. ما شاید انرژی، پروتئین و ویتامین کافی را از همه غذاها به یکسان به دست نیاریم. بنابراین اگه فقط ما یه چیزی میریزیم جلوی سگ گربه و میگیم که اینو بخور، بنابراین این باید بدونیم که مطمئن باشیم که آیا این به قدر کافی از این انرژی لازم را میگیره یا نه فقط یک پرخوری خالی هست. خب اینا هم خوشبختانه این اطلاعات و یا اینفورمیشن ها تو اینترنت هست، تو کتاب ها هست، میتونین از کتاب فروشی ها کتاب بگیرین در این مورد. حتی اینقدر پیشرفته هست که برای هر برید و یا نوع و یا جنس سگ و یا گربه کتاب های مخصوص هست که بیشتر فوکوس میشه نسبت به اون برید و یا جنس نوع سگ و یا گربه، که دیگه لزوم نیست که شخص و اعضای خانواده به صورت کلی به همه چیز فکر کنه و قاطی کنه. و حتی تو این کتاب‌ها یه سری بیماری‌های مخصوص ژنتیکی و یا عمومی که احتمال اینه که بیشتر در اون سگ و یا نوع سگ گربه اتفاق بیفته هست، اونا رو هم توضیح داده. خب اینا حتما باید مطالعه کرد و در واقع به صورت ساده اگه بگیم، شما چطور که یک یخچال و یا تلویزیون و یا هر اشیای الکترونیکی که برای خونتون میگیرین حتما باید یک کتابچه کوچیک میاد و اون کتابچه حتما لازمه که اینو بخونین که اکثر ماها نمیخونیم متاسفانه و فکر میکنیم که با نگاه کردن میتونیم اسمبل بکنیم و یا این دوربین و یا یخچال و یا هر چیز دیگر رو به هم دیگه ببندیم کار کنه و بعد خیلی بار اتفاق افتاده که بدونیم که اینو بخونیم و یا بفهمیم اومدیم اینا رو به هم وصل کردیم و اتفاق افتاده و سوخته یا کار نمیکنه و برگردوندیم به مغازه فروشگاه و میگیم که این وسیله کار نمیکنه، دفکت داره، پرابلم داره. احتمالش هم هست گاه داره وانس این وایل از این اتفاقا میفته، ولی این که بدون دقت و یا بدون مطالعه اسمبل کردن و یا رو هم گذاشتن این وسایل اتفاقاتی که میفته کم نیست. بنابراین عین همین و یا حداقل مثل این، شما وقتی که یک پت میارین خونتون، معمولا خب الان اکثر مشتریا به راحتی میگن که مثلا من سگ جرمن شپرد میخوام و یا سگ لبرادور میخوام و یا هاسکی میخوام. خب خوشبختانه همونطوری که عرض کردم امروزه همه جا اطلاعات کافی برای همه چی هست، از کتابخونه، از کتاب مجانی گرفته، کتاب فروشی گرفته تا اینترنت. شما بهتر این است که یک مطالعه عمومی در مورد جنس برید پتی که میخوایم بیارین اطلاعات جمع کنین، ولی به اون اکتفا نکنین.
با همه این حال یه سری مسائل امکان داره که در اون کتاب ذکر نشده باشه و یا فرق کرده باشه. بنابراین اونجاست که شما با در جریان گذاشتن این مسائل با دکترتون میتونین این مسئله رو مطرح کنیم و بیشتر در این مورد اطلاعات جمع کنین. حالا اینا رو که جمع کردیم و فهمیدیم که یک سگ و یا گربه باید کی آب بخوره، کی غذا بخوره و چقدر غذا بخوره و چه نوع غذا بخوره، اون موقع هست که شما باید اینا عملاً به اجرا باید بگذارین. یعنی اینکه باز همه اینا با جنس و نوع سگ و یا گربه که فرق میکنه، با سن سالشون و با اکتیویتی هاشون هم فرق میکنه. بنابراین شما بر اساس اون چیزهایی که یاد گرفته و یا به شما گفته شده عمل میکنین. و حتی یک نکته دیگری که هست که میگن که مثلا من به سگم و یا گربه هم چقدر باید غذا، چند پیمانه باید غذا بدم. این الان غذاهایی که درست میکنن تو این پکیجاشون، خب محتویات این غذاها تقریبا به صورت کلی یکه، ولی مسلما فرقای زیادی هم دارن و هر کمپانی غذایی که درست میکنه، حالا بر حسب اطلاعاتی که امیدوارم که اطلاعاتی هم که اونجا رو پکیجش نوشته درست است، میگه که این پروتئینش اینقدره، آبش اینقدره و ویتامینش اینقدره و از این غذا باید به سگتون و یا گربتون 2 پیمانه یا 4 پیمانه بدین. این اطلاعات برای این برند غذاست دیگه. این اینفورمیشن ها برای یک برند دیگه شاید کار نکنه. یعنی شما بگن که مثلا 2 بشقاب باید غذا بخورین، 2 بشقاب سوپ با 2 بشقاب پلو و یا 2 بشقاب گوشت فرق میکنه. بنابراین 2 بشقاب و یا 2 پیمانه شاید برای یک برند 2 پیمانه باشه و برای یک برند و یا مارک دیگر غذا محتویات غذاش که متفاوت باشه، کیفیت غذاش و یا شکل آماده کردنش متفاوت باشه، شاید کم و زیاد باشه. ضمن اینکه اینا شاید تفاوتشون خیلی کم باشه، ولی من شخصا خیلی از این تفاوتات دیدم و اینا رو به صورتی تونستیم درست کنیم. مثلا اگه یه غذایی که کیفیتش کم بوده و از اون 4 پیمانه به سگش میداده، ما با عوض کردن غذا به یه غذایی که کیفیتش بالا بوده، خوب بوده، با 2 پیمانه، 2 پیمانه نیم، 3 پیمانه تونستیم تونستیم این مسئله رو تغییر بدیم. خب آنر خب و صاحب پت همیشه فکر میکرده که خب غذای ارزونتری میگرفته، خب غذاها همشون میگفته یکی از چرا پول اضافه بده، ولی با تغییر برند و گوش کردن به توصیه دکتر تونسته غذای بهتری بده که قیمتش هم تقریبا میاد برمیگرده، چون کمتر میخوره از این غذای بهتر به همون قیمتی که غذای ارزون بوده. بنابراین خواهش میکنم، خب ما بالاخره هممون مطلع هستیم، جهان دنیای اطلاعات هست، کم و بیش هممون در همه چیز کم و زیاد اطلاعات داریم، ولی وقتی که میاد توی یه چیز تخصصی ما باید دیگه، این یک تصمیم شخصی است که ما باید آیا این مسئله تخصصی در حد تخصصی که میخواد نتیجه گیری و یا تصمیم گیری کنیم، آیا باید اینا به در اختیار یک متخصص قرار بدیم یا اینکه خودمون عمل کنیم؟ آیا ما همین کار رو میتونیم در مورد مسائل قانونی در مورد مسائل قانونی همچین تصمیم بگیریم؟ آیا ما میتونیم بدون اینکه داشتن یک وکیل بریم جلوی قاضی و بخوایم از خودمون دفاع کنیم؟ نه، مسلما نه. حالی که خیلی از چیزها رو خودمون میدونیم. آیا میتونیم بدون اینکه دکتر بریم همه چیز را تداوی درمان خودمون انجام بدیم؟ نه،
مسلما ترجیح میدیم و یا انسانایی که خودشون رو دوست دارن، عاقل هستن، بالغ هستن و یا به این مسئله اهمیت میدن، ترجیح میدن که برن پیش دکتر و دکتر در مورد سلامتی اونا تصمیم بگیره. بنابراین این مسائل رو که در نظر بگیریم، اون موقع است که میبینیم که این پت ما باید خب چقدر غذا بخوره یا نه و یا چقدر آب بخوره. حالا اگر ببینیم که این پت ما این مقدار غذا رو نمیخوره، باید دنبال دلیلش باشیم که چرا این غذا رو نمیخوره. آیا غذا رو دوست نداره و یا در کنارش اعضای خانواده دیگر غذاهای خونگی بهش میدن و یا تریت میدن و یا خودش میره از یه جای دیگه یه چیزی میخوره. اینا خیلی خیلی مهمه. اینا رو باید ما بدونیم که بعداً وقتی که حیوانمون مریض شد بتونیم در موردش صحبت کنیم، نظر بدیم. خب چجور داستان شروع میشه؟ وقتی شما پتتون مریض میشه و سگ‌گربه‌تون مریض میشه میبریم پیش دکتر. مهمترین قسمت کار ما جمع‌آوری اطلاعات و یا هیستوری هست. یعنی در واقع تشخیص ما و یا اکثرا ما تشخیصمون بر حسب هیستوری و یا اطلاعاتی که از شما میگیریم میذاریم. یعنی شما باید به ما بگین که این سرفه میکنه، عطسه میکنه، نمیکنه، آب میخوره، نمیخوره، غذا چقدر میخوره، نمیخوره. و ما اگه این اطلاعات درست نباشه، ما رو درسته که ما بالاخره به یه نوعی شاید اینو پیدا کنیم، ولی خب زمان بیشتری میبره و احتمال داره که خرج بیشتری هم، نه اینکه احتمال داره، حتما خرج بیشتری هم برای شما خواهد داشت. برای اینکه شما اگه به ما اطلاعات صحیح ندین و یا با اطلاعاتی که شما به ما میدین با برداشتایی که اطلاعاتی که ما در مورد معاینه از حیوان شما جمع میکنیم میگیریم به همدیگه نخورن، اون موقع هست که ما پیشنهاد میکنیم که خب شما پتتون و حیوانتون باید در بیمارستان زیر مشاهده باشه و ما اون چیزایی که از شما پرسیدیم و شما گفتین ببینیم با همدیگه این مسائل میخوره یا نه و نسبت به اون تصمیم بگیریم. خیلی وقتا شده که خب توصیه میشه که این باید احتیاج به آزمایش خون داره، احتیاج به اکسری داره و آزمایش های دیگر آزمایش مدفوع، ادرار، اولتراسون تا بگیم. تقریبا همه این امکاناتی که الان برای و یا اکثر امکاناتی که برای انسان ها در تداوی و درمان هست، معالجه هست، همین امکانات و اینا در حیوانات هم استفاده میشه و مخصوصا در کشورهای پیشرفته مثل کانادا. مخصوصا خب الان بیمارستان خود ما تقریبا ما تمام تجهیزات آزمایشی را داریم، از اولتراسون گرفته، اکسری گرفته، لیزر گرفته و الاخر. و اونجایی هم که لازمه برای ام‌آرآی و یا چیزهای دیگر اگه لازم باشه و خودمون نداشته باشیم به مرکزهایی که این کارا رو میکنن با تخصص مراجعه میکنیم و مریضمون رو میفرستیم. بنابراین مهمترین قسمت این که ما بتونیم در مورد پت شما قضاوت کنیم، تصمیم بگیریم و به شما اطلاعات بدیم بر حسب اطلاعات شماست و این اطلاعات مفید هست، لازم هست، مهم است و اگر اتفاقی افتاده باید شما به راحتی با ما به اشتراک بگذاریم. مثلا اگر استخوانی دادیم به حیوانتون و یا اگر 2 روز 1 روز چند ساعت دور از دید شما بوده و احتمال داره که این حیوان شما چیزی خورده باشه که متوجه نشده باشین و یا احتمال داره که مثلا استفراغ کرده باشه شما ندیده باشین، اینا رو باید با ما مطرح کنین، به ما باید راستشو بگوین. و خب مسلماً اکثرا اونایی که چیزی رو ندیدن میگن تا اونجایی که ما میدونیم نخیر، ولی کاملا مطمئن نیستیم، برای اینکه 3 ساعت 4 ساعت 1 روز 2 روز با ما نبود و ما در جریان این نیستیم. بعد
اینجاست که این در واقع شما باید ببینید که حیوانتون در حالت عادی بیستانده وسعت خونه بیستانده وسعت حیاتتون و یا وقتی که اونو میبرین بیرون قدم میزنین، ببین نرمش چی هست در واقع در یک روز این به چه اندازه آب میخوره. شما خب یک ظرفی که به اندازه که با اندازه ظرف با اندازه حیوان شما بخوره آب میذارین، آیا ببینید این آب تموم میشه و یا اصلا نمیخوره و یا مجبور میشین چند دفعه اینو پر کنین. خب میگن که خب دیگه نه دیگه آب دیگه باید بخوره، خب بذار بخوره. خب درسته که باید بخوره، باید این حتما اندازه داره. و یا میگن که خب اگه نمیخوره خب چیکار کنیم که نمیخوره؟ آب اونجا هست، اگه دوست داشته باشه حتما میخوره، حتما دوست نداره که نمیخوره. درسته که احتمال داره دوست نداره و یا دوست داره نداره و احتمال داره که مقدار آبشو احتیاج از یه جای دیگه تامین کنه. مثلا مشتری میاد به ما میگه که مثلا گربه ما حتی سگ ما آب نمیخوره اصلا، حال اینکه یک گربه و یا سگ بدون اینکه آب نخوره اصلا نمیتونه زندگی کنه. حال اینکه این میره از شیر احتمال داره آب بخوره، حتی میرن از دستشویی آب میخورن و آنر خب متوجه اینها نیست. بنابراین شما همه اینا رو باید در نظر بگیریم، مقدار آبی که میخوره و یا نمیخوره، مقدار غذایی که میخوره، مقدار اکتیویتی که میکنه، مقدار خوابی که میکنه و چه موقعهایی میخوابه چه موقعهایی میخوره و همه نرمال در شرایط عادی باید این اطلاعات جمع آوری کنین. و بعد اگر روزی دیدین که این نرما این حرکاتش با اطلاعاتی که شما در مورد این حیوان دارین نمیخوره، اون موقع هست که شما شک میکنین که احتمال میدین که احتمال داره که حیوانتون یه مشکل داشته باشه. و اون موقع هست که میتونین یه سری اطلاعات خودتون جمع کنین و اگه لازم باشه با دکتر دامپزشک خودتون مسئله در میان بذارین. همیشه خب به ما زنگ میزنن میپرسن که خب من نمیدونم که الان این جدی هست یا جدی نیست، آیا بیارم یا نیارم. واقعا برای ما خیلی مشکله که پشت خط بدون اینکه حیوان دیده باشیم بگیم که آیا این مسئله جدی هست یا جدی نیست و چطور ما میتونیم تمام ریسپانسیبیلیتی و ریسک رو متقبل بشیم بدون اینکه هیچ اطلاعاتی در مورد و یا هیچ اطلاعات اصلی و یا لازم را در مورد پت شما نداریم. و ما اگه بگیم که والا ما نمیتونیم و یا نمیتونیم بگیم، شاید مشتری همچه فکری بکنه که شاید خب این حتما میخواد که پتشون رو ببره یا معاینه بکنه یا پول معاینه بگیره. درسته که اگه شما تشریف بیارین باید پول معاینه بدین، ولی بهتر از اینه که یک اطلاع نادرست و یا غلط و یا اشتباه به شما داده بشه مجبوراً و این هم احتمال داره که مشکلات بیشتر و یا خرج مخارج بیشتری برای شما و پت شما به بار بیاره. بنابراین نرم را که شما پیدا کردین، مقدار غذا، آب و اینا و هر چیزی که نرمالش نیست، اون موقع احتمالش هست که مریضی باشه. و یا خب تو گربه ها میگن که حداقل هفته حتی یک بار استفراغ کردن معمولیه، حال اینکه این تعدادش مقدار گربه‌ای که هفته یه بار استفراغ میکنن خیلی خیلی کمه، خیلی خیلی کمه. ماهی یه دفعه شاید، بعضیاشون اون 2 ماه 3 ماه 4 ماه یه دفعه. یکی از چیزایی هست که اینا میگن هیر بال، یعنی خب این گربه چون خودشون رو تمیز میکنن، لیس میزنن و زبونشون پرز داره، این بالاخره این موهای خودشون رو جمع میکنن و قورت میدن تو معده‌شون میمونه و خب اینا بیرون نمیره و گاهگداری خب به صورت مدفوع احتمال داره که دفع بشه، ولی خیلی اتفاق میفته که اینا همونجا تو معده به صورت گلوله میمونه و بعد از 1 ماه 2 ماه 3 ماه اینا استفراغ میکنن
و این چیز رو، این هیربال رو و یا موها رو از دهان میارم بیرون. خب تا اندازه معمولی هست، نرمال هست و این دیگه نشانه مریضی نیست. و اگر غیر از اون، اگه گربه شما و یا سگ شما غذا نمیخوره و بیش از یک بار، دو بار، سه بار در یک روز و یا دو سه روز استفراغ میکنه، بس یه مشکل داره. مشکلش از انگل گرفته، از فود پویزنینگ گرفته، از بیماری های جدی گرفته که ما در برنامه آینده بیماری های جدی و یا بزرگی که تو حیوانات خونگی است حتما یک برنامه به اون اختصاص خواهیم داد که ضمن که هر کدوم از این مریضی ها خودش وقتی چندین برنامه را میخواد، ولی ما چون اینجا به صورت خلاصه یادآوری و توضیح میدیم، سعی میکنیم که حداقل این مسائل رو در یکی دو برنامه به صورت کلی خدمتتون عرض کنیم و امیدواریم که مسائل پیش نیاد برای حیوانات شما. اگه پیش اومد بیشترش را کیس به کیس در موردش تحقیق کنیم و یا صحبت کنیم. بنابراین و یا همونطور که عرض کردم، غذا نخوردن، استفراغ کردن و یا مطبوع نکردن و یا کردن و یا مقدارش و یا شکلش، فرمش، بوش، اینا همش در مورد چیزا مهمه. اگه وقتی که شما ببینید گربت یا سگتون 2 روز 3 روز مطبوع نکرده، این یه چیز معمولی نیست، این حتما یه مشکل داره دیگه. شما نباید بمونید که بگین که اگه دلش بخواد میکنه دیگه چیکار کنیم و یه هفته از روش بگذره، 10 روز از روش بگذره. این یه چیزای عادی نیست. ما مثل انسان ها اکثر مریضی هایی که تو انسان هست و یا شبیه اکثر مریضی هایی که تو انسان هست تو حیوان هم داریم. مثلا همون مگاکولون، اگه مخصوصا گربه و مخصوصا تو گربه‌ای که سنشون بالا هستن، به صورت مداوم حداقل 1 بار در روز و یا یک روز در میان اگه مدفوع نکنن و اینا مدفوع تو روده هاشون بمونه، اینا کلوناشون گشاد میشن و اون کیفیت، اون کارایی خودشون از دست میدن و مریضی به اسم مگاکولون و یا همون کلون که بزرگ میشه، کلون بزرگ به وجود میاد و دیگه اینا کیفیت و یا چیز کاری خودشون از دست میدن و گاهگداری حتی مستلزمیه که اینا عمل بشه که کارهای خوب و راحت و آسونی نه برای دکترها و نه برای حیوانا و یا آنورا هست. بنابراین ما باید این چیزها را در نظر بگیریم. یکی از چیزهایی که علائمی که ما میتونیم در نظر بگیریم همون خوابش، که آیا این حیوان قایم میشه، میخوابه و یا به قول اینجایی رستلس هست، یعنی اینکه همش در حال وول خوردنش، همش یک قسمت از بدنش را میخوره و یا یک قسمت از بدنش را گاز میگیره مرتب و یا لیس میزنه. اینا نشانه های خوبی نیستن. مثلا لیس زدن، همونطوری که و یا لیک کردن، اینجا علائم پین میتونه باشه. بعضی از حیوانات چیزوری که ما انگشتمون درد میکنه، غیر طبیعی، غیر منتظره انگشتمون رو میبوسیم و یا اگه یه بچه اعضای خانواده‌مون انگشتش درد بکنه و یا جاش درد بکنه، به شوخی هم که شده میگیم که بیار من ببوسم الان خوب میشه. خب این حیونا هم تقریبا همچین منطقی دارن، قسمت‌هایی از بدنشون که درد میکنن اینا رو مرتب لیس میزنن و لیس زدن چندین پوینت داره. یکی این که خب با لیست زدن خودش یه نوع ماساژی هست، احتمال داره که خب به درد این حیوان کمک کنه. یکی هم که خب به صورت غیر طبیعی، یعنی طبیعی و یه رفلکس طبیعی غیر منتظره، حیوان بالاخره یه کار باید برای خودش بکنه و اینو لیست میزنه. بنابراین و یا بیماری های پوستی
و یا اینطور خدمت عرض کنم در واقع بیماری‌های پوستی، حداقل تو سعی گربه‌ها یکی از بزرگترین مشکلات رشته دامپزشکی مخصوصا تو کشورهای پیشرفته است، چون که اینا همیشه میخوان که به نحو احسن بدونن که مشکل چی است و چی کار میکنن و با در نظر گرفتن غذاهای آماده‌ای که امروز به پروسس شده‌ای که به حیوانات میدن و یا داروهایی که استفاده میکنن، شامپوهایی که استفاده میکنن، با مدرنیزه شدن دنیا مشکلاتش هم زیادتر شده که بنده خب مخصوصا به تا اونجا که ممکنه به تمام مشتریامون توصیه میکنیم که تا اونجایی که ممکنه از استفاده مواد شیمیایی، از شامپوش گرفته و اسپری گرفته و چیزهای دیگه گرفته، از برای پتای خودتون و سگ گربتون تا اونجا که ممکنه کمتر استفاده بکنید و اگر احتیاج میبینید که مریضی داره و یا چیزی داره که باید دارو و یا مواد شیمیایی استفاده بشه، اون حتما باید با دکتر دامپزشک شما، از طرف دکتر دامپزشک شما باید تجویز شده باشه و با در نظر گرفتن شرایط پیشنت یا بیمار و یا با در نظر گرفتن ساید افکت هایی که میتونه داشته باشه و چه کنترل هایی باید بکنه که در آینده ببینه که آیا این بهش میخوره یا نه. در واقع برای انسان ها هم همینطوره، ما نمیتونیم مثلا همینطور بریم تو خیابون تو شاید هزاران هزار مواد شیمیایی و یا مواد چی بگم آرایشی و یا چیزای دیگه در مغازه فروخته میشه. ما همینطوری نباید بریم هر چی که اونها گفتن به یا لیبل گفته بخریم و برای بدنمون استفاده بکنیم. من چند مدت پیش یکی از مشتریام رفت در یک مغازه که یه جای خیلی معروفی هم هست، یک ویتامین و یا ساپلمنت برای خودش خرید با توصیه همون خانمی که اونجا میفروخت و وقتی که رفت خونه این ویتامین و یا ساپلمنت رو خورده بود بلافاصله مریض شده بود که دیگه زنگ زده بود که من دیگه میمیرم و نمیدونم چی کار کنم. حالی که بالاخره با اون اشخاص مربوطه تماس گرفتن و توصیه های رد و بدل شد که چون مشتری ما بود ما در این از این برنامه اطلاع پیدا کردیم. حالا اینکه خب اون مغازه از این شاید دارو و یا چیز هزاران تا فروخته میفروشه، ولی اینا دلیل نداره که برای همه انسان یکسان مفید باشه. وجود هر انسانی یک سری خصوصیات استثنایی و یونیک به خودش را داره که ضمن که شباهت به افراد دیگر داره ولی کاملا مختص خودشه. بنابراین حیوانات هم همینطور، شما نباید دیگه فقط بریم این پتیستورا و هر چیزی که در دستتون میاد و یا به شما میگن خوبه بگیریم و بیاین بمالین و یا اسپری بزنیم و یا پماد بمالین به سگ گربتون. اینها بوشون اذیت میکنه اونا را، وقتی که جذب میشن مواد شیمیاییشون حیونا را اذیت میکنه و مشکلات زیاد براشون پیدا میکنه. بنابراین لیست زدن، لیک کردن، گاز گرفتن اینا علائم مریضی هستن، میتونن علائم مریضی باشن. شما همچین چیزی دیدین بدونین که وقت رو از دست بدین. من شخصا توصیه میکنم که حتما با دکتر دامپزشک خودتون در جریان بگذارین و بذارین مسئله رو با همدیگه نتیجه گیری کنین و خب 100% اصلا امروز پرنسیپ و یا دیسیپلین کار، حداقل من میتونم بگم در دامپزشکی در واقع هدف ما پرونشنه، یعنی جلوگیری و یا پیشگیری از بیماری هاست. همینطوری که میدونیم وقتی که یک موجود انسان و یا حیوان وقتی که مریض میشه تریتمنت و یا تداویش مشکل هست و گران هست. بنابراین پیشگیری همیشه عاقلانه تر و ارزان تر هست و حتما باید از این موقعیت استفاده کامل را
بکنیم تا که از مشکلات بزرگتر جلوگیری کنیم. بنابراین اگه گربتون و یا سگتون یه جا میخوابه نمیاد، احتمال داره درد داشته باشه، احتمال داره مریضی داشته باشه. اینا خودشون به قول چیز کامفورتبل حس نمیکنن که بیان جلوی مردم و یا خودشون رو نشون بدن و یا حرکت کنن. شما باید این مسئله را ایگنور نکنین. بعد و یا اونایی که در واقع رستلس هستن، اصلا یه جا نمیتونن بشینن، تحرک آنورمال دارن، این هم میتونه نشانه یه سری همطور که تو انسان هم میگن که آیا شما مگه دل درد دارین که اینقدر جنب و جوش میخورین، اونا هم احتمال داره داشته باشن. بنابراین ما خواهشمون این است که اگه دوست داشته باشین، که حتما دوست دارین و ما دوست داریم که شما را در این مورد، در این مواردی که ما فکر میکنیم مهم است و شما شاید در جریانش نبودین، اطلاعات کافی خدمتتون بدیم، به این مسائل نگاه کنین و خودتون تصمیم بگیرین که حیوانتون سگ و یا گربت و هر چیزی که در خونه دارین حالتش احتمال داره که نرمال نباشه و در این فرصت تا دیر نشده با دکتر دامپزشکتون در تماس بگیرین و موضوع رو بهش اطلاعات بدین. تو شهرهای بزرگی مثل تورنتو و اکثر شهرهای بزرگ کانادا و کشورهای پیشرفته بیمارستان‌های امرجنسی هست که فقط شب‌ها سرویس میدن. کاراشون خیلی خوب هست، تخصصی هست، منتهای مراتب خب قیمتاشون سنگین هست و متاسفانه گاهگدار اتفاق میفته که مشتریامون دیگه آخر شب خیلی دیر وقت زنگ میزنن و میگن که این مشکل رو دارن و یا سگ گربهشون مشکل رو داره و میخوام بیارن. شاید اون موقع ما هم اویلیبل نباشیم که کاری از دستمون نیاد و یا دیگه اونجاست که به خواهش و منت و تمنا کار میکشه. خب بنابراین بهتر این است که قبل از اینکه به این مسائل بکشه به موقع سر فرصت وقت بگیریم و کار را به ریسک و شانس نذاریم. ما برنامه‌مون وقتش تمام شده. امیدوارم که تا اندازه تونسته باشم اطلاعات مفید در اختیار شما قرار داده باشم. همونطوری که عرض کردم دکتر دامپزشک دکتر داوود کفایی هستم. در تورنتو پرکتیس میکنم، کار میکنم، تورنتو شهر کانادا و مشتریای زیادی ایرانی غیر ایرانی در تورنتو داریم و خیلی از مشتریامون هم به ایران رفت آمد میکنن، به اروپا رفت آمد میکنن و جای دیگر دنیا با ما از طریق تلفن، ایمیل، وبسایت در تماس هستن. اگه موردی بود که فکر کردی که من بتونم خدمت انجام بدم، اطلاع در خدمت شما بذارم، خوشحال میشم. شماره آفیس ما هست 905 و یا 905 882 0078 416 801 0078. وبسایتمون هست دکتر کفایل وترنری هاسپیتال و یا www.thornhillveterinary.ca. امیدوارم که سال خوبی داشته باشین. همگی شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا حافظ شما.